اگه براتون سوال شده تا الان که چی باعث میشه که یک مرد جذاب باشه یا یک زن جذاب باشه، بهتون تبریک میگم. این ویدیو مخصوص شماست. نکته اینجاست، جذابیت هایی که ما ایدئالمونه در واقع انتخاب خودمون نیست، انتخاب مغزمونه برای بقا، یا شاید به گونه دیگه. حالا براتون کامل توضیح میدم و باز میکنم این مبحث رو. اولین قدم اینجاست که چی میشده که یک زن انتخابش یک مرد قوی بوده، یک مرد جنگجو، یک لیدر. خب ما برگردیم به زمان غارنشینی. اون دوره نیاز بوده به جنگیدن، نیاز بوده به بقا. شرط بقا قدرت بدنی بوده، شرط بقا لیدر بودن، خشونت و اینجور چیزها بوده. در اون زمان پس مرد ایدئال همچین چیزی بوده دیگه. خب شما شاید براتون سوال پیش بیاد که شاید چرا الان هم اینطوریه. به خاطر اینکه ما تکامل پیدا کردیم ولی هنوز بعضی بخش‌ها هنوز تکامل پیدا نکردن. هنوز شرط بقا رو ما جنگیدن میدونیم، با اینکه در عصر امروزی اصلا نیازی به جنگیدن نیست. یا واضح‌تر بخوام بهتون بگم، شاید در عصر امروزی حتی کسی که جنگجوه راه درستی رو برای زندگی کردن نتونه پیدا کنه و صرفا یه آدم اشتباه باشه، ولی هنوز انتخاب خانم ها اینه. بذاریم برگردیم به گذشته، همان زمان غارنشینی. تو اون زمان فقط این نبود که برای که زنده بمونن همچین انتخابهایی میکردن. شما در نظر بگیرین 2 تا خانم که با 2 فرد در قبیله ازدواج کردن، یکی با لیدر قبیله و یکی هم با یک فرد شوخ‌طبع، باهوش و نابغه قبیله. کدومشون احتمال زنده موندنشون میرفت بالا؟ خب مسلما کسی که همسر لیدره احتمال زنده بودنش بیشتره، چون لیدر مراقبشه و افراد اون قبیله هم مراقبشن. پس این شرط زنده بودنش میرفته بیشتر. پس وقتی این ادامه این نسل پیدا میکنه، نسل‌های بعدیش هم همین تفکر رو دارن، چون سرچشمه ژنتیکشون برمیگرده به این فرد. حالا نفر بعدی چی؟ نفر بعدی یا زنده نمیمونده، چون اصلا کسایی که مثلا همچین انتخابی میکردن صرفا احتمال مرگشون هم بیشتر بوده دیگه، چون یه فرد باهوش یا خیلی مثلا بدن ضعیفی معمولا دارن افرادی که هوش بالایی دارن دیگه، معمولا جفتشو با هم نمیشه داشت. خب یه فرد باهوش مسلما احتمال مرگش بیشتر بوده، احتمال اینکه بتونه نسلش رو ادامه بده کم بوده، پس پارتنرش هم از بین میرفته. پس نسلشون رو اینا نمیتونستن ادامه بدن و وقتی نتونن نسلشون رو ادامه بدن، اصلا به این دور و زمونه نمیرسیده که یک فردی مثلا پیدا شه که همچین تفکرات یا همچین چیزهایی براش جذاب باشه، چون اونا نسلشون ادامه پیدا کردن. این تو بخش خانم هاست. حالا بخوام بریم تو بخش آقایون. آقایون چی میشه؟ چی برای آقایون در اون دوره جذاب بوده؟ اگه دقت کرده باشین انتخاب همه آقایون یک به زیبایی هاست، یک به پوست صاف، یک به انحناء. حالا اینا چرا اصلا همچین دلیلایی چیه تو مغز آقایون؟ چرا همچین چیزی انتخاب میشه؟ به خاطر اینکه در اون موقع یک شیردهی و لگن بزرگ موجب راحت تر به دنیا اومدن فرزند بوده. پس وقتی یک آقا یه همچین انتخابی میکرده، از لحاظ بیولوژیکی به این نظر میرسیده که آقا این بچه قراره بچه سالمی برای من به دنیا بیاره، یا بچه سالمی به دنیا میاد، اون بچه درست میتونه تغذیه کنه، پس همچین انتخابایی میکرده. یا پوست صاف، داستانش چیه؟ کسی که پوست صافی داره یعنی بدنش سالمتره، یعنی کمتر مشکل کبدی داره. پس انتخاب آقایون هم برمیگرده به اینجا. حالا خیلی چیزا مثلا هست، مثل این که چرا آقایون مثلا به یک نفر قانع نیستن، آقایون مثلا تعداد بیشتری نیاز دارن. حالا برگردیم تو دوران غارنشینی. تو دوران غارنشینی موقعی که یک مرد میرفت سمت یک زن، اون زن رو دوست داشت ها، ولی صرفا میتونه زنهای دیگه ای رو هم دوست داشته باشه، به دلیل اینکه اون زن وقتی حامله میشد 9 ماه مرد زمان داشت تا نسلش رو بیشتر ادامه بده، یعنی با زنهای دیگه هم این کار رو انجام بده. پس صرفا دلیل بر این نیست که اون مرد بدیه، این یک راهی بوده در طبیعت برای اینکه اون مرد نسل بیشتری از خود به جا بذاره. مردی که اینقدر قوی بوده که یک زن رو به دست بیاره، زنهای دیگر رو هم بتونه به دست بیاره. و این حتی اونجایی که مثلا دقت کرده باشین میگه وقتی دوست دختر نداری کسی نیست، ولی وقتی داری همه هستن، خیلی طرفدارات بیشتره. این هم برمیگرده به همینجا.
که زنها تو ذهنشون در اون دوره این بوده یک زن این رو تایید کرده و از این باردار شده، یعنی این مرد یک سری آپشن های خوب داشته، پس این مرد به درد ما هم میخوره. حالا دوستان اگه تا اینجا ویدیو نگاه کردین یعنی به این محتوا علاقه مندین. من در روانشناسی همه چیز قراره واسهتون تولید محتوا کنم، پس ممنون میشم ساب کنید، لایک کنید و سوالتون رو کامنت بذارید، اصلا سوال بپرسید، نظرتون رو راجع به این موضوع بگین. خب پس در کل ما خیلی از انتخاب هایی که میکنیم در واقع انتخاب خودمون نیست، انتخاب ناخودآگاهمونه برای بقا. حالا به نظرتون چند تا از این انتخابا درسته؟ مسلماً خیلی هاش الان اشتباهه، چون اصلا در زندگی امروزی این انتخاب‌های اشتباهیه. چرا ما باید بریم مثلا دنبال کسی که مثلا اینطوری باشه؟ همه چیز الان درست میشه، چرا یه نفر بعد مثلا 10 نفر رو بخواد؟ ما که دیگه الان دنبال بقا نیستیم، هر کدوممون بیشتر از یکی دو تا بچه هم نمیخوایم. پس اینا اشتباهاتی بوده که در گذشته. چرا اینا رو هنوز هم با این که میدونید چرا هنوز این اتفاقا میفته؟ چون ما آگاه نیستیم نسبت به اینا. وقتی شما آگاهی خودتون رو نسبت به این ذهنیت و این مشکل ناخودآگاه زیاد کنید، پس توانایی کنترلش رو هم به دست میاریم. دیگه نمیرین سراغ آدمای اشتباه. خوشحال میشم که تو این راه کمکتون کنم. لایک و ساب و فالو یا لایک و ساب فراموش نشه، کامنت هم بذارین بی زحمت.